سونا زنگ زد خانم. حالش خوب بود؟ خوب بود. تو روستاست. خیلی پشیمون بود. گفت دست خانمو از طرف من ببوس. باید به جون ساواش دعا کنه، وگرنه میدونستم باهاش چی کار کنم. حالا بگو ببینم، بلافاصله پشت من رفتن؟ نه. اندام درست جواب منو بده دختر. بلافاصله رفتن؟ بعد از رفتن شما نشسته بودن. دیل خانم زنگ زد و با نازان خانم صحبت کرد. دیل خانم گفت اونجا کلی دوست و آشناست، حتما بیاین. خیلی اصرار کرد خانم. دیلا دیگه کیه؟ کی به اون گفته که نازانو خبر کنه؟ همش تقصیر ساواشه. خیلی به چیچک رو داده. برو دانشگاه، اجازه داری، هر کاری میخوای بکن پشتتم. نازانو خراب کرده. دختر تو خونه بند نمیشه. آخه چه تحقیری از این بیشتر؟ ساواش خانو دایی پالام اونجا. چه عیبی داره خانم؟ امروز به هوای اون دوتا میرن، فردام خودشون تنهایی میرن. رفتم یه سر به نظیر خانم بزنم، اونام از فرصت استفاده کردن گذاشتن رفتن. نه به خدا دیل خانم خیلی بهشون اصرار کرد، وگرنه نمیخواستن برن. وقتی آدم یه بار کوتاه میاد همینه. هر کاری که دلشون میخواد میکنن، دیگه نمیدونی باید چی کار کنی. اون وقتی که هیچ کس واسه آدم ترم خورد نمیکنه. اومدن. شما تا این ساعت کجا تشریف داشتین؟ نازان کجاست؟ چیچک دارم با تو حرف میزنم.